من سرکار احمدی هستم. راه را هم خوب بلدم. شما با فاصله جلوتر برید، ما میاییم. قدمتان بری چشم. بفرمایید. اونی که من یکم. راه بیفت. سرباز غلامی. بله قربان. چشم ازشون بر ندارید. مراقب اطراف هم باشید. جنبنده جنبید به تیر بخوابونیدش. حرکت میکنیم. باش قربان. حرکت. جنگ خود سلام ارشد خان. علیکم السلام. میدونم که از دیدن من خوشت نمیاد، اما مهمونتم نیستم. هر بار پاتو اینجا گذاشتی مصیبت با خودت آوردی. این بار برای چی اومدی؟ هستیم خان. 2 روز رو گرده اسب بریم راه میاییم. بنده نوازی کن. باور کن من خودمم ناراضیم، اما چه کنم، مأمورم و معذور. هر وقت پاتو اینجا گذاشتی دردی به دل من نشسته، اما رسم بختیاری اینه که مهمونش احترام کنه، حتی اگر آدمی مثل تو باشه. خوش آمدید، زشون پذیرایی کنید. شد سرکارم؟ انگار به خیر گذشت. هیچیش برای نیست میرزا. سرباز غلامی! بله قربان. آرایش نظامی بگیرن. مراقب اطراف هم باشید. هجوم! چشم! دسته! پشت سر من! بدو! برو! بیاریم چقله؟
سرم بر مادر دست درد نکنه. حالا بینیش خودم یه خورده غذا بخور. میلوم نی بی نیتونو. وقتی که این آویدن یه حالی آویدم. خیالی کنی محالمتو بهتره دختر. نه با خدا. چی آقام جاشون دو؟ من اینا همونایی نوین که اونا که با ما خین نکردن دختر. مهمانی مانن. با ازشون پذیرایی کنیم. حتی هر دشمن خینی ما بون. دا چی گشنو؟ همه ایگانی سرکار احمدی همو بید که جنازه آقام رشید خان و علی آقا بختیاری آورد؟ راستی گون؟ برس به مهمانا. ببین کم و کسری نداشته با. حیدر خان زنده باشید. مثل همیشه ما را شرمنده لطف و محبت خودتون کردید خان. سرکار احمدی، میخوام بدونم برای چی به ایل ما آمدی؟ شما مرد بزرگی هستید خان. خودتون بهتر از من میدونید که وضع و اوضاع مملکت به چه قراره. بهتر از من میدونید که بالادستی ها درباره شما چه فکری میکنن. چه فکری میکنن؟ حیدر خان، از سر موضوع پسرت علی آقا بختیاری و دامادت رشید خان مراقبت هستند. البته نمیخوام این موضوع رو به وسط بکشم. قضیه چیز دیگه است. اتفاقا من میخوام بشنوم. همه این حضراتی که اینجا نشستن هم پسر منو هم دامادمو میشناسن. تو هم خوب میشناسی. پس طوری حرف نزن کسی خیال کنه انگاری داری از یاغی دولت یا دزد سرگردن صحبت میکنی. من خان؟ من به گور پدرم خندیدم که غرض حرفم این بوده باشه. من فقط میخواستم بگم که علی آقای بختیاری پسر من مرد بزرگی بود. اینو من نمیگم، همه میگم. سواددار بود و روشن، نه مثل آدمایی که تو میشناسی. اهل درد بود، به خاک و دینش تعصب داشت. نخواست مثل بقیه چشاشو ببنده و خیلی چیزا رو نبینه. حرفش درد مردم بود. چیزایی رو که میدید تازه ما بعد از سالها بهش رسیدیم. تنها اشکالش این بود که خیال میکرد با طایفه زور و دغل میشه به زور و حرف آگاه کردن مردم طرف شد. آخرش چی شد؟ کشتنش. هر دوشونو. ما ها موندیم و خون دل خوردن که بعد از مدت ها جنازه شونو به ما تحویل دادن. من تا قیام قیامت خونی ای آدم ها و این دولت هم. فهمیدی؟ نه رو برای این گفتم که بدونی من از کرده پسرم سربلندم. اون شهید راه آزادی مملکتش شد. خوبم میدونم که شب روز مراقب من هستید. دست پامو بستید. هر حرکتی میکنم چارچشمی خبر میبرم. پس روده درازی نکن و حرف آخر تو اول بزن. و از خرابتر از این حرف است خان. نه بختیاری بلکه همه ایلات و عشایر باید تفنگشون رو زمین بذارن. چرا؟ نه پرس خان، چون منم نمیدونم. بختیاری بدون تفنگ روز شب نمیشه. سنبه پرزورتر از این حرف است خان. شنیدم که گفتند اگه با زبون خوش دادند بگیری، ندادند به زور بگیری. پس پی کشت کشتارم به تنشون مالیدن. خون ریزی مدت هاست شروع شده خان. با همین چند تا سرباز خسته و آفتاب زده میخواین تفنگچی های ما رو بگیرین؟ من نمک پروردم خان، سگ کی باشم؟ برای مطلب نیومدم. هرگزم ممکن نیست که بیام. من هنوز یادم نرفته که به خوزستان شما جون منو خریدی. اگرم حرفی زدم از بابت هشدار بود. مطلب چیز دیگه است. چی؟ آمیزدا شما بفرما.
میرزا از دوستای قدیم منه. یکی رو میخواست که برسونش به شما. گفتم خب چه کسی بهتر از خود من. همه این سرزمین رو میشناسم، هم ارادتمند جناب خانم. گویا یه حرفی داره که فقط باید به شما بزنه. بفرما میرزا. بنده میرزا عبدالله وکیل باشی هستم. ارادتمند جناب خان و شاکر پذیرایی شما. من این مسافت طولانی رو طی کردم تا خدمت خان برسم و دستخط و پیغام مخصوصی رو خدمتشون تقدیم کنم. از طرف کی؟ از طرف جناب مستطاب 16 عطاالدوله ظفرالملک. بفرمایید جناب خانم. حضرات بفرمایید. همه مرخصیم. با اجازه خان. با اجازه خان. با اجازه خان. چی به سر داری؟ این چه بازی تازه‌ایه؟ باور بفرمایین حالا قضیه با چند سال پیش توفیر داره قربان. ایشون واقعا قصد جبران داره. با اجازه آقایون من تا کنار آب برم و برگردم. سرباز غلامی! سرباز غلامی! حالا قربان. احمق! این آرایش نظامی؟ احمقای نادان باید همه طوله بدم تیرباران بکنن. خرچله ها، مافنگی ها. بدم ببندنت به دم اسب. آره در خدمت قربان. چه دستور نظامی دارید؟ احمق جان، بی پدر میخوام برم مبال. این سگای وامونده نمیذارن آدم یه جا بند شه. یکی دیگه رو بردار دنبال من را بیفتی. باش خب. بجام دیگه. چشم. سرباز زندی. سلام. علیک السلام مادر. چقدر نقل و صحبتتون به درازا کشید؟ چه بیده؟ چی گفتن مادر؟ سیاقام خط نشونی کشیدن. فریدون و سمی سرکار احمدی نامرد همو بید که جنازه آقام و حالوم بیل آورده بید تا دیدمس به یه تیری خووندمس. حرف استباک نزن. بگو چه شنیدی؟ همو کی گفتم. این شهریه یه نامه اینم داد دست آقام. نیدونم سیچه تا آقام نامه ندید خیلی پریشون ببید. نامه؟ چه نوشته بمینست؟ نفهمستم. اما انگاری نامه از یکی بید به اسم ظفرالملک یا یه جور اسمی. یکی اسمش گفتی ز قوم خیشا مادر ماتابونه. نه بختیار با چه شنیدی؟ این مرد کیه؟ چه بایده؟ حالشون اصلا مساعد نیست. مدت هاست که بیمار و زمینگیر شدن. بارها از من خواستن که خدمت شما برسم. حالا؟ چطور شده یادش اومده نویم داره؟ اون موقع که دختر و نوشو از خونه بیرون کرد چرا به فکرشون نبود؟ ها؟ پشیمون خان، پشیمون. حکماً قصد جبران دارن. پشیمون؟ اون مرد وقتی میتونست کاری انجام بده نداد. حالا که دم مرگ و اختیار نفس کشیدنم نداره چی میخواد بگه؟
اصلا چطور میخواد جبران کنه؟ اون حتی از گفتن حقیقت هم دوری کرد. میدونست چیزی نگفت. هیچی. دامادم رشید خانه که کشتن چی؟ اون چی؟ چطور میخواد اینا رو جبران کنه؟ حیدر خان، جسارتا من تا حدودی از اون جریانات مطلع هستم. درسته که شازده عطاالدوله تمایلی به پسر شما که دامادشم بود نداشت، اما حاضرم قسم بخورم که دستش به خون اون آلوده نیست. کی حرفا رو میزنه؟ تو که نوکرشی؟ من به شما حق میدم حیدر خان، اما الان به فکر صلاح نوتون باش. چرا تا حالا کسی به فکر صلاحش نبود؟ هان؟ بگو! تا وقتی که اینجایی قدمت سر چشم، وقتی که هم میرین تنها میرین. جوابم نه است. نه، بهش بگو خلاص. چطوره؟ چه دل واپسی؟ آقا اسفندیار تو بگو. والا حیدر خان سرکار بزرگ ایمانی، حرفای جنابالی حرفای ایمانم هید. منتهاز خدا وکیلی قصد جسارتی در کار نید. هرچه نقل ایله و اویدن سربازا به ایلو حرفایی که اشنفتیم. بعدش حیدر خان، خودتو بهتر ایدونین نقل چنه. بعد قضیه علی آقا کرت دی که دولت چه بلایی به سر ایل آور، جخت مدتیه که ترسیمه قد راست کنیم. گودیم اگر شما درست حرف میزنی آقا تیمور. بختیاری هدی تعصب داشته بود، یاد نگیردی به برار تعصب داشته بودی؟ طوری گو علی آقا که هر که ندانسته فکری کنه زیل ما نیدی. خوف مکنی. تایسه دیدی نه که حیدر خان بی مشورت و مصلحت شما کاری بکنه؟ از این به بعدم همینطوره. حیدر خان، شما ببخشید است، حرف سخص نوید. شما گپ ایمانید، هر انگوشی بوارید خی نداره. ایما قسم خوردتیم، هر ام بفرمایید به دیره منت دارید. ما همه در خدمتیم خان. خب چی شد؟ بهش گفتی؟ کم مونده بود خفم کنه. حالا چیکار باید کرد؟ دیدی پدر بیامرز؟ گفتم خرجش بیشتر از این حرف هاست. هی ناخن خشکی کردی. بفرما تحویل بگیر. گمان میکنم اشتباه کردم باش با پا به اینجا گذاشتم. شاید اگه خودم تنهایی میومدم اینجا. آره ارواح بابات، به همین خیال باش. اگه بی من پاتو اینجا میذاشتی و میخواستی نوه حیدر خانو با خودت ببری، الان وسط این خوراک سگا بودی. چی خیال کردی؟ بالاتری ها حیدر خانو به چشم یاغی میبینن. چی شد؟ ترسیدی آره؟ ببین تو سر کیسه رو شل کن، من خودم راضیش میکنم. سرباز غلامی، چه مرگته؟ چه کار داری میکنی بی پدر؟
چه وابیده بختیار؟ سیچه همه چی به هم ریخته. میدونم مهتابان، انگاری هیچ کس نیخواد بگه چه وابیده.